فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بعدی که خدمت شما عرض می کنم، اگر کسی به زور به دختری تجاوز بکنه و فرد متجاوز برای توبه باید چیکار بکنه تا بخشیده بشه؟ جناب استاد اگر در واقع یک نوع تعدی به حقوق دیگران هست که این مثلا حرام هست به تعدی به حقوق دیگران. هر نوع اذیت آزاری که و تجاوزی که به یک شخص دیگری صورت بگیرد یک نوع تعدی محسوب می شود و از نظر شرعی اون فرد اگر منجر به اتلاف عضو شده باشد یا حتی بیابرویی فرد شده باشد، از نظر شرعی باید اون مجازات شرعی که در شریعت تعیین شده اونو باید تحمل بکنن. اما اگر در حد خیلی معمولی باشد، حداقل یعنی این است که از اون فردی که مورد تعدی و ظلم و تجاوز قرار گرفته حلالی بطلبند و اون چیزی که برمیگرده به حقوق الله متعال هم توبه و استغفار هست از چنین عمل زشتی که انجام داده که با توبه و استغفار الله متعال انشاءالله گناهان را معاف خواهد کرد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.